میخوای بدونی رنگا چرا مهمن و چه تأثیری روی احساساتت دارن؟ چطور رنگا میتونن زندگیتو جذابتر، آرومتر یا حتی پر انرژی تر کنن؟ تا حالا فکر کردی چرا وقتی وارد یه اتاق آبی میشی احساس آرامش میکنی یا چرا رستورانا از رنگای گرم مثل قرمز و نارنجی استفاده میکنن؟ همه ما تو زندگی روزمره‌مون با رنگا سر و کار داریم، از لباسایی که میپوشیم تا دکور خونه و حتی بسته‌بندی محصولاتی که میخریم. تو این کلیپ چند رنگ جذاب و پرکاربرد رو بهتون معرفی میکنم و بهت میگم که هر کدوم باعث ایجاد چه احساساتی در تو و اطرافیانت میشن. اولین رنگی که سراغش میرم رنگیه که همه دوستش دارن، رنگ قرمز. قرمز یه رنگ خیلی قوی و تاثیرگذاره که توجه همه رو به خودش جلب میکنه. معمولا ازش برای هشدار دادن و علامت خطر استفاده میکنن. این رنگ پر از انرژی و هیجانه و احساساتی مثل عشق، شور و حتی قدرت رو به وجود میاره. وقتی بخوای روی کلمه تاکید کنی، قرمز انتخاب عالیه، چون توی هر متنی فوراً دیده میشه. خیلی از کشورها هم قرمز رو توی پرچمشون دارن، چون نماد قدرت و افتخاره. حتی توی دنیای ماشینا هم قرمز پای ثابت ماشینای اسپورت پرطرفداره. رنگ بعدی رنگ نارنجیه. نارنجی ترکیبی از قرمز و زرده و یکی از اون رنگای روشن و گرمه که همیشه حال و هوای شاد و پر انرژی داره. این رنگ یادآور آتیش، خورشید و مناطق گرمسیریه و به خاطر حس شادی و زنده بودنش کلی طرفدار بین جوان‌ها داره. جالبه بدونی نارنجی حتی باعث میشه اشتها زیاد بشه و اکسیژن بیشتری به مغز برسه، پس مغزت هم فعال‌تر میشه. این رنگ مخصوصا تو مناطق گرمسیری و لباسای شاد و جوان پسند حسابی جواب میده. نارنجی‌های تیره‌تر هم حس پاییز و گرمای دلنشین رو به آدم منتقل میکنن. حالا بریم سراغ رنگ زرد. زرد روشن‌ترین رنگیه که میشناسیم و حس و حال جوانی، شادی و انرژی رو بهت میده. این رنگ پر از نور و درخشندگیه و کلی حس خوب تو اطرافیانت ایجاد میکنه. معمولا برای اسباب بازی‌ها و لباس‌های بچه از زرد استفاده میکنن، چون حس نشاط و بازیگوشی رو ایجاد میکنه. البته جالبه بدونی که نوشته‌های زرد روی زمینه سفید به سختی خونده میشه، پس باید توی استفاده ازش برای علائم دقت کرد. زرد یه رنگ شاده، اما مراقب باش، وقتی تیره تر میشه ممکنه یه حس ناخوشایند و کثیفی رو منتقل کنه. شنیدی که میگن طرف زرد کرد؟ تو خیلی از فرهنگ‌ها زرد نشونه یه ترس و بزدلیه، پس مراقب باش که زیادی زرد نکنی. رنگ سبز. سبز رنگیه که ما رو یاد طبیعت و سلامتی میندازه. سبز به رشد، تازگی، پول و امنیت اشاره داره. این رنگ حس آرامش میده و خیلی چشم‌نوازه، به طوری که حتی میگن نگاه کردن به رنگ سبز بهت حس سرزندگی میده. خیلی از شرکت‌های غذایی و دارویی هم از این رنگ استفاده میکنن تا نشون بدن که محصولاتشون سالم و طبیعی هستند. سبز تیره بیشتر توی نیروهای نظامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی استفاده میشه. ولی در این حال اگه میخوای فرش و خاص به نظر برسی، به رنگ سبز تیره فکر کن. این رنگ تو طراحی وبسایت هم حسابی جا باز کرده و طرفدارای زیادی داره. حالا بریم سراغ یه رنگ جذاب دیگه، رنگ آبی. آبی رنگیه که حس آرامش و سکوت بهت میده و در این حال نشونه خلاقیت و هوشه. تا حالا دقت کردی توی شرکت‌های بزرگ، بیمارستان‌ها یا حتی شرکت‌های هواپیمایی چقدر از آبی استفاده می‌کنن؟ چون این رنگ حس صداقت، اعتماد، آرامش و قدرت رو به آدم منتقل می‌کنه. آبی رنگ آسمون و دریاست و همیشه وقتی میخوای حس آرامش و وسعت رو منتقل کنی، آبی بهترین انتخابه. اما جالبه بدونی که وقتی پای غذا در میون باشه، آبی زیاد محبوب نیست، چون توی طبیعت کمتر غذایی به رنگ آبی پیدا میشه و این رنگ معمولاً اشتها رو کم میکنه. پس برای بشقاب غذا شاید بهتر سراغ رنگای دیگه بریم. اسپانسر این ویدیو ترجمه لبخنده. مؤسسه ترجمه لبخند در زمینه ارائه خدمات ترجمه مقاله و کتاب، ویرایش، بازنویسی، اندنوت، لاتکس، چاپ مقاله و از این دست فعالیت داره. برای ارتباط با ترجمه لبخند کافیه عبارت ترجمه لبخند رو گوگل کنید.